جناب پاپ، جناب پاپ، تو را در آسمان ها می جستم که در زمین یافتم. ارو امک جون در شلپت صدقه من مسلمانم تبی پکزل بروده. من این گپ ها را جناب پاپ خودش چی گپ است؟ من باید تعجیلاً گناهایم را تازه کنم. اگر دانی که دیروز چی کارها کردن، چی کارها. این مرک یک آدمی کلان پا دلوی گور رسیده سوزرم گناه میکنی. برای در یکان شرشره خطه باشو گناه پاک میشه. بیاید رفته گناهایم را تازه کنیم. بخشی شوکا من به چند لحظه شما فهموندم من مسلمان شو من اصلا نمیتید روم. جناب پاپ گپ رو دراز نمی کنم، کوتاه نخ می کنم. بیاید رویم، بیاید رفته گناههای مرا تازه کنیم. اما کی شما حاضر برین از 4 روز دیگه گناه کنین مایلش بعد بیا میریم یگون جو میشیم همه گناه تا پاک میکنیم. رفتیم، بیا به کلیسا رفته گناههای مرا تازه کنیم. بیاید به کلیسا رویم، التماس میکنم. بیاید رفتیم. همون نچه دست بگی ای برات قدم قربون برای قطعی همون یک کلیپ کن گناهات همش میریزه. آخرین وظیفه تو نیست برادر نیست. تو چی کار میکنی؟ با اهل دین چرا دست میبرداری؟ کشاله بدهی. از کلان سالان همین خیل پند گرفتیم. ای بس هیچ کس دست نبرداشته است. من به این جناب پاپ میگویم که گناههای مرا تازه کنیم، اما گناههای مرا تازه نمیکند. این وظیفه اون نیست مگر؟ جناب پاپ درست گفته است. گفته بیا گناهی مرا تازه کن، آنها خود به خود تازه نمیشوند. موسفید اگر تو گناه کرده باشی رو به درگاه خدا کرده دست گشاده دعا میکنی، توبه میکنی، انا آن وقت خداوند تو را شاید ببخشد. گناهان چنین پاک نمیشوند. تو دیوانه هستی چی؟ توبه نمیکنم. من گناه تازه کردن میخواهم. آخر گناه تازه کردن نمیشود. رفتیم تو باید توبه کنی برادرم. رفتیم توبه کنی. آخر نگذاشتید که یک گناهم رو تازه کنم. نگذاشتید پاک شدم. لا حول ولا. یا خدایا گناه های این بدبخت ببخش. جناب پاپ، جناب پاپ، خدا تو را به نزد من فرستاده است. استغفر الله استغفر الله. جناب پاپ، من یک خزینه داشتم. یک دوستی ابله خزینه مرا دزدید. خزینه ترا دزدید؟ بله، خزینه مرا دزدید. شما خوب فهمیدید. حاضر من را عاجلا یک خزینه یافتن لازم. شما از اهل قدیمه استانبول که هستید، یعنی خزینه ها در کجا هستند خوب میدانید. میگویم و من گویید که خزینه بیزانس در کجا هست. رفت آن را یابم. من باید زود یک خزینه یابم. پسرم تو بیمار هستی، تو کلت کار میکند. در این زمان خزینه بیزانس در کجاست؟ جناب پاپ، اگر آن خزینه را یابم حتما حقی تو را بدهم. توبه. پسرم من تو را نادرست فهمیدم. نسبتی تو خطا فکر کردم، مرا ببخش. تو بسیار آدمی پاک دل بوده ای. من به تو یک سراغه خزینه بیزانس را میدهم. آماده هستی؟ آمادم جناب پاپ، آمادم. ناحیه شوراباد دیده ای؟ دیدم. دیدم. خانه قدم قربان دیدگی هستی؟ آن جای را هم دیدم. باور که خزینه را تو میوی. انشاءالله. آمین آمین. در پشت خانه قدم قربان یک قبرستان موجود است. در را میره درون همون میدروی. قبری رقم 120. انا نمیدونم قشلاقای همون زنجیریه قشلاقای شوراباده. انا مجرد هسته خزینه. فهمیدم جناب پاپ. حاضر قبرستان قشلاق زنجیری رقم قبر. فراموش کردی؟ ای بچه قبری رقم 120 بکن خزینه در زیر موای. از هیجان جناب پاپ. در کلت خوش رو جا کن. فهمیدی؟ یک قبر نیم کنده رقمی 120. فهمم. قبر رقم 120. قبر نیم کنده. خداوند تو را هدایت کند ان شاء الله. همیشه برای هدایت میکنم. دعا میکنم. آمین آمین. خداوند تو را هدایت کند ان شاء الله.